بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث در امام مسلم است 2725 رقم از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. علی ابن ابی طالب روایت می‌کند که می‌فرماید که قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای من گفت، یعنی گوش دید برادرای گرامی، وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای کی؟ برای علی رضی الله عنه. علی کی بود؟ خودتون میفهمید که یکی از خلیفه ها بود و یک مردی بزرگوار اسلام بود، از جمله صحابی بود، در راه راست بود. نکی پیغمبر چی گفت؟ با وصیتش کرد که بگو اللهم اهدنی و سددنی، ای الله مرا هدایت فرما، هدایت فرما، ای برای راست مرا هدایت فرما، برای صراط المستقیم مرا هدایت فرما، و سددنی، سددنی ای مرا در همون راه چی کن؟ ثابت قدم کن، در همون راه راست، ای همون راه راست مرا توفیق بده، مرا یعنی امین باید بپرسی. ببین پیامبر صلی الله علیه و سلم علی را میگه که همین دعا را بپرس، ای هدایت بپرس. انسان در راه راست هم باشد باید بپرسد همه وقت از الله که الله همون راه راست برای او توفیق دهد که طرف چپ و راست میل نکند، همون راست باید برود، این طرف اون طرف میل نکند. واذکر بالهدى هدایتک الطریق، همه وقت میگه یاد بیار همون هدایتی که الله بتر کرده است، همون صراط المستقیم، استقامه. صراط المستقیم همون راه، طریق راستی که برای تو هدایت فرماست، همون را تو یاد بیار و در همون راه راست ثابت قدم باش، همه وقت یاد بیار و همه وقت الله بپرس. و سداد السهم، معنای سددنی چی معنا دارد؟ میگه بعضی اهل علم میگن که سددنی ای من ثابت قدم بکن در همون راه راست. در بعضی چای میگن که به معنای که چی؟ استقامه. خیلی استقامه راه راست، اما استقامه در دین، در راه راست، یعنی که مرا ثابت قدم کن، یعنی همون راه راست برای من توفیق بده. و سداد میگه سداد السهم، مثل چی میگه پیغمبر؟ سداد السهم ای که یعنی راستی که انسان وقتی که سهم، میدونید سهم تیری کمان، بیشتر کمان بود کو غولک، تیری غولک بگیم، مثل همون تیری غولک میگه مرا در همون چی ثابت قدم کن، یعنی راست. وقتی که انسان یک هدف میگیرد، یک مقصد یک چیز شکار کردنی میشود، با غولک مثلا یا که با تیری کمان مثلا، مثل همون تیر باش، میگه راست برد، همون تیر که نشانه گرفتی، همون تیر میزنی راست میرود به همون چی هدفی که هست. هم خیلی میگه مرا در همون چی مثل همون ثابت قدمی، مثل چی؟ مثل همون تیری که میرود میرسه در همون چی؟ در همون هدفش، مثل همون راست، در راه راست مرا توفیق بده. باز پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ حدیث در صحیح بخاری است 5628 رقم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی کرده است، نه النبی صلی الله علیه و سلم ان یشرب من فی السقاء. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه نهی کرده است نوشیدن از چی؟ از دهانی همون چیز. ببینید، از دهانی همون چیزی که تو می، مثلا چی میگیریم مازی، همون پیشتره در چی می نوشیدن؟ در همون مثل کوزه مثلا، یا که مثل کوزه هایی بود که از پوست ساز کردگی بود، دوختگی بود و همون برای راه میگرفتن، از همون دهانی همون میگه نوشیدن درست نیست. میگه السقا چی معنی داره؟ میگه السقا میگه ایناء الذي یوضع فيه الماء،
ويكون له فم يشرب منه. خلاصه یعنی که من میکنه پیامبر صلی الله علیه و نهی میکند، نهی به کراهیت دارد، نهی به فیلم چیه؟ نهی کراهه، نهی تحریم نیست، یعنی حرام نیست. میگه که پیامبر صلی الله علیه و میفرماد که همون نوشیدن از همون دهانی همون چیزی که هست یا کوزه است یا چیزی است. برای چی؟ برای میگه دهانش که چندین آدما می‌نوشن. این اکید قول مفسرها است، مشارحه هست، میگه شاید از دهان همون چیز چندین آدما می‌نوشد، ممکن یک زگان ضرری برسد. خلاصه